دهه سیاد یکی از دهه‌های نزدیک سرحدی است و تقریبا 1000 متر انا اون طرف بعد دریای پنج دولت افغانستان است و من در دهه سیاد قرار دارم. دهه سیاد انا در آن همواری است. بعضی روایت ها هستند که این شهر اصلا در عصرهای 7 نه ترقی کرده است، یک مرکز تجارتی سودای بین دولت ها بودند. همین شهر از دهه سیاد سر می شود که در اون عصرهای 7 و نه شهر بربر نام داشت، شهر ترقی کرده و شهر مرکزی سودای همین دولت ها بودند. در حشر نصفروزی امروز انا این آش پلو نصیبی حشرچیان است. همه خیلی انعنه هست که بعضی ها اشتراک کردن نمیتوانند که با پیشنهاد کردن یک طعام یک ضیافت سهم خود را در همین حشر میگذارند. این تخم حجمان کلان برندی دهه سیاد نوریه به نام میر سعید علی حمدانی است. در همین فرما استثمار میشود. امروز در دهه دو تا آسیاب است. اینشونین یک آسیاب کلان آورده است که مردم دهه را مشکلش آسان کرده. در خطر این باز یک کارخانه خود پخت‌تازه‌کنی است. اینشونین آسیاب جوازی هست که مردم دیگر دور نرفته وقتی خود را کار میکنند، روغنش تیار میشود، کنجوره از وی تیار میشود که برای چاروای خود استفاده میبرند. یکی از جایهای تاریخی دهه سیاد انا همینجا بود.